کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. در سوره بقره آیه 28 مهربانی میکنه. چطور به الله کافر میشوید؟ چطور الله عزوجل را میرنجانین؟ کیف چطور با الله کافر میشین؟ سبحان الله، در حالی که شما مردگان بودین، در شکم مادر بودین، چیزی را نمیفهمیدین. سبحان الله. او شما را زنده کرد، در این دنیا آورد. ثم یمیتکم، شما را زنده کرد. ثم یحییکم، شما را میمیرانه، یا در خردسالی، یا میانه سال، یا 18 سال، یا 20 سال، یا 50 سال، یا 60 یا 100 سال. پس شما را قبض روح میکند. باز الله جل جلاله چه مهربان میگه ثم یحییکم، پس شما را زنده میگرداند. پس شما را زنده میگرداند. ثم الیه ترجعون، و بازگشت شما به سوی الله عزوجل است.